امروز 12 январ است و این هم برنامه اخباری آزادی. سلام و خوش آمدید بینندگان عزیز. نخست میبینیم که کدام موضوعها را همکاران ما به بررسی گرفتند. به خانه ها روشنایی می آید. پس از قرارداد بحثی با طالبان لیمیت برق در تاجیکستان بیکار شد. خورسندی دیر دوام نکرد. پزشکان تولدخانه ولایتی سوخت گفتند که چرا ششگانک را از دست دادند. کودکان اعصاب نارسید بودند و وزن اکستریمالی طفل داشتند، متاسفانه فوتیدند. سرکوب، شکنجه، آدمربایی. سازمان دیدبانی حقوق بشر در گزارش سالانه‌اش مقامات تاجیکستان را تنقید کرد. نمایندگان نزدیک به حکومت با خلاصه آن راضی نیستند. خودی فاکت‌ها درست هستند، اونها هستند، لیکن طرزی که اونها شرح دادن البته این خیلی نیست. شرکت برق توجیک اعلان نمود که از روز 11 январ در تاجیکستان لیمیت برق بیکار کرده شد. ساکنان مناطق گوناگون کشور از تیر ماه گذشته برق را به طور محدود می گرفتند. مقامات همواره مشکل را به کمی آب در آب انبارها پیوند می دادند. تصمیم بعد آن دیگر شد که قرارداد نو تاجیکستان با حکومت طالبان برای صادرات برق به افغانستان واکنش های تند را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. مسئولان شرکت برق توجیک امروز در اعلامیه گفتند تمام گوشه‌های کشور را به محدودیت با نیروی برق تامین خواهند کرد. تامین اهالی با برق یکی از مشکل‌های اساسی حکومت تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه‌های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. دیروز در شمال تاجیکستان برای نخستین بار ششگانک به دنیا آمد، ولی نوزادان همگی یک روز عمر دیدند. پزشکان میگویند برای نجات این کودکان تمام تلاش‌هایشان را به خرج دادند، ولی وزن کم نگذاشت آنها زنده مانند. فرزان محمدی صبح امروز به تولدخانه ولایتی سوخت رفت و با طبیبان هم صحبت شد. ششگانک هایی که روز 11 ینور در زایشگاه ولایت سوخت به دنیا آمده بودند، روز 12 ینور پی هم فوتیدند. طبیبان سبب فوت کودکان را به تولد برمحل ربط می‌دهند. به گفته آنها کودکان قریب 6 ماه تولد شده، وزنشان از 550 تا 700 گرم بوده است. نوزادان با وزن اکستریمالی تولد گشتند. همه شرایط ها، همه آن مواد و داروهایی که برای همین کودکان ضرور بودند مهیا کرده شدند، لیکن به همین نگاه نکرده کودکان اعصاب نارسید بودند و وزن اکستریمالی طفل داشتند، متاسفانه فوتیدند. زنی که این کودکان را به دنیا آورد مبارک صاحب وی 26 ساله ساکن جماعت آوچی قلچه ناحیه باباجان غفوروف می باشد و حالا زیر معاینه طبیبان قرار دارد. بنابراین طبیبان اجازه ندادند با مادر کودکان روزنامه‌نگاران صحبت کنند. این زن 2 فرزند دیگر هم داشته و این حامله‌داریش بار 4م بوده است. از حساب آن که حامله‌داری بسیار جنینی بود تا 12 هفته حامله‌داری به قید گرفته شده است، لیکن از مهلت 13-14 هفته حامله‌داری در این زن حامله زن خف اسقاط هم وجود داشت. از طرف مرکزهای سلامتی همه شرایط ها، همه طبابت ها تعیین کرده شده است، لیکن سن 10 январ با سرشوی تولد به تولدخانه ما وارد گردید و سن 11 با ششگانک انجام یافت. ششگانک ها 2 جنسی مرد و 4 جنسی زن. تولد ششگانک در تاجیکستان بی سابقه است. در گذشته 5 گانک و چند مورد تولد 3 گانک و 4 گانک ها در تاجیکستان ثبت شده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. حالا رو می‌آوریم به گزارش سالانه دیدبانی حقوق بشر که روز 12 январ نشر گردید. در گزارش سازمان از جمله مقامات تاجیکستان برای نقض حقوق انسان به باد انتقاد کشیده شده است. کارشناسان مستقل و روزنامه‌نگاران در تاجیکستان با گزارش سازمان هم نظرند، اما دایره‌های نزدیک به حکومت آن را مغرضانه و پیش‌داوری نامیدند. جزئیات در گزارش کیومرسی‌عطا. دیدبان حقوق بشر مقامات تاجیکستان را برای سرکوب اعتراضات در بدخشان، فشار بر روزنامه‌نگاران و وکیلان مدافع، بدرفتاری با زندانیان و نبودن تحقیق شفاف در مورد درگیری‌های مرزی با قرقیزستان تنقید کرده است.
در دوشنبه به این تنقیدها نظرهای گوناگون دارند. در آنجا البته خودی فاکت‌ها درست هستند، اونها هستند، لیکن طرزی که اونها شرح دادن البته این خیلی نیست. نام خبرنگاران عبدالله غربتی و دلیر امامعلی در گزارش دیدبان حقوق بشر ذکر شده است. آنها به گناه همکاری با حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 به زندان محکوم شدند، چیزی که خودشان و نزدیکانشان به اساس می‌دانند. تحلیلگر عبدالملک قادروف میگوید مجازات زیادی روزنامه‌نگاران و بلاگرها را در سال 2022 میتوان با دوران جنگ شهروندی در تاجیکستان مقایسه کرد. البته به اون درجه نیست، ولی مقایسه پذیر است، چون در سالهای پیشینه این تعداد ژورنالیستان جزا نگرفته بودند. در گزارش همچنین از ناپدید شدن اجباری حداقل 7 فعال از ماه نوامبر سال 2021 تا ماه آگوست سال 2022 یاد شده است که 2 نفر آنها شهروندی روسیه را داشتند. مؤلفان گزارش دیدبان حقوق بشر با تکیه به پیوندان بازداشت شده ها از احتمال شکنجه شدن آنها نوشتند. در سال 2022 شماره زندانیان سیاسی تاجیک یک چند مرتبه از حساب شخصانی که به اساس با بهانه‌های سیاسی با دیگر بهانه‌ها محکوم شدند افزود زیاد شد. یگان محبوس سیاسی تاجیک آزاد کرده نشد. من فکر میکنم که تاثیررسانی هایی که هم تشکیلات های بین الخلقی کورپوس های دیپلماتی بین الخلقی به تاجیکستان اویدی آزاد کردند یا اینکه از روی قانون بررسی کردن پرونده های این گونه اشخاص پیشنهاد کرده می شوند، اگر با فیشنگ های تحریمی استوار باشند ممکن که یگان پیشبودی دیده شود. سازمان های بین المللی حقوق بشر هر سال مقامات تاجیکستان را برای نقض یا پایمال کردن حقوق بشر و فشار بر جامعه شهروندی که طبق بعضی بهاگزاری ها نقش خود را از دست دادند تنقید می کنند، نظری که مقامات قبول ندارند. موقع شهروندی مردم تاجیکستان پس نشده است، برعکس آنها هنگام وقوع ها از تمام حالت ها، تحولات ها، تمام مشکلات که در دنیا می شود، در جامعه می شود، در تاجیکستان می شود، هم برخورداران هم سوال ها میتیند. در گزارش دیدبان حقوق بشر همچنین درگیری های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان اشاره شده است. به تاکید مؤلفان هیچ تحقیقی در مورد مرگ غیر نظامی ها در جریان درگیری بین قرقیزستان و تاجیکستان در ماه اپریل سال 2021 صورت نگرفت و کسی هم برای آن پاسخگو نشد. بینندگان عزیز، مطلب مفصل اویدی گزارشی دیدبان حقوق بشر و هم واکنش ها با آن را می توانید در وبسایت رادیو آزادی پیدا نمایید. از کارمند ریاست امور داخلی کلوب که در رابطه با مرگ عبدالقهار رازقف 37 ساله دستگیر شده بودند 2 نفر رها و نسبت به یک پرونده جنایتی با شده است. دوستان منطقه کلوب نسبت به شمشاد شریفов کارمند ریاست کارهای داخلی منطقه کلوب برای برآمدن از حد وکالت‌های منصبی پرونده جنایتی باز کرده است. 2 نفر دیگری که در بازداشت عبدالقهار رازقف اشتراک داشتند با شرط بیرون نرفتن از محل زیست آزاد شدند. همکارم میرزا نبی خالقزاد این قضیه را تحقیق داشت و حالا در استودیو با ماست. درود بر شما. آیا جزئیات بیشتر در رابطه با حادثه مرگ رازقف چی است؟ بله شهلا، در دادستانی منطقه کلوب که پرونده مرگ عبدالقهار رازقف تفتیش می شود در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هنوز تفتیش پرونده به پایان نرسیده است و شاید در آینده تغییری در این سمت وارد شود. از جمله رامش رازقف عمک عبدالقهار روزی 12 ینور همین روز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقامات وعده تحقیق عادلانه پرونده را دادند. مرگ عبدالقهار رازقف پس از بازداشت کارمندان پلیس و اعتراض گروهی از ساکنان سر و صدای زیادی به پا کرده بود. آخری همین هفته گذشته رمضان رحیمزاده وزیر کار داخلی تاجیکستان مادر، برادر و دیگر نزدیکان عبدالقهار رازقف را برای صحبت به دوشنبه دعوت کرده است، ولی معلوم نیست که رمضان رحیمزاده با آنها چی گفته است. فاضله ماه مادر عبدالقهار رازقف در صحبتش با وزیر وکیده را تصدیق کرد ولی نخواست درباره جزئیات آن گپ زند و چی شده است معلوم نیست. ببینید مرگ رازقف این حادثه نخستین مرگ بعد بازداشت در کشور نیست که خشم ساکنان را پیش آورده است، همینطور نه؟ بله شهلا، عبدالقهار رازقف ساکن شهر کلوب شب 2 و 3 ینور پس از بازداشت از سوی ماموران ملیسا در شرایط مرموز درگذشت.
نزدیکانش دعوا دارند که وی بر اثر شکنجه جان داده است و روز 3 ینور در نزد سردخانه کولاب اعتراض کردند. وزارت کارهای داخلی سبب مرگ او را استعمال مواد مخدر دانست. مقامات آن روز به پیوندان عبدالقهار رازقوف 3 کارمند بازداشت شده ملیسه را نشان دادند. پس از این شام همان روز جسد را نزدیکانش از سردخانه گرفتند و اعتراضگران تا اندازه آرام شدند. شاید این قضیه به تحقیق حادثه های همسان که قبلا جای داشتند سبب شود. شاید شلاف افتیدن ساکنان پس از بازداشت کارمندان ملیسه همیشه اعتراض و تنقیدها را به بار آورده است. ماه نوامبر سال گذشته هلاکت گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راجقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان اعتراض 4 روزه ساکنان را به بار آورده بود. آن زمان هم مقامات وعده تحقیق حادثه را دادند و هم کمیسی مشترک حساب فعالان جامعه شهروندی سازمان داده شد. پس از نیم سال ساکنان با طلب تحقیق این حادثه اعتراض کردند، ولی مقامات اعتراضگران را سرکوب و فعالان جامعه شرمنده را بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم کرده بودند و تا حال حاضر این قضیه روشن نیست. تشکر برای صحبت فراگیر. پلیدون سربازی که از جانب نیروهای روسیه در شهر ماریوپول اوکراین دستگیر شد صدای فرزندشان را در یک ثبت ویدیویی شناختند. جستجوی پسر از 17 می زمانی که مدافعان کارخانه آزوفستال تسلیم شدند و او آخرین پیامش را فرستاد ادامه دارد. احتمالاً او در یک زندان روسیه است ولی سرنوشتش نمایان می باشد. مومن احمدی موضوع را ادامه می‌دهد. زمانی که پاولو ماسینیان از جانب نیروهای روسی دستگیر شد در شهر ماریوپول یک عضو گارد ملی اوکراین بود. با شروع هجوم وسیع مقیاس روسیه به اوکراین پاولو ماسینیان از داخل کارخانه آزوفستال به والدانش پیام ویدیویی فرستاد. سلام اویلا، این نوار را میفرستم. ببینید من خوبم. ما در پناهگاه هستیم. همه چیز خوب است. با نزدیکتر آمدن روس‌ها آزوفستال مکان آخرین مقاومت شدید گردید. والدان آن زمان از پسر پیام دیگر گرفتند. با ما گفتند که او زخمی شده است. چندی بعد با ما نوشت که پدر مادر خواطر نشوید، یک جمع خراشیده است تمام. ولی ما بدتر فهمیدیم که او را جراحی کردند. او 1 ماه گشته نتوانست در جاگه بود. بعدتر شنیدیم که بیمارخانه آزوفستال را بمباران کردند. مدافعان تا 17 می سال گذشته از آزوفستال دفاع کردند. روزی که آنها تسلیم شدند، والدان درباره پاولو پیام دیگری گرفتند. یک پیامک به ما نو کلینمان رسید. در آن چنین نوشته شده بود: به والدانم بگو که در چند روز دیگر ما را تبدیل میکنند. این آخرین پیام بود که از او گرفتیم. از صحنه‌های نظامیان دستگیر شده چندین ویدیو نشر شد. ما همه نوارها را دیدیم. نه در ویدیو نه در عکس او را نیافتیم. ولی در یک ویدیو در پشت نوار خودش را ندیدیم، لیکن صدایش را شناختیم. چند بعد یک مردی که با پاولو خدمت کرده است با والدانش در تماس شد. او گفت من در تخانه آزوفستال همراه پسر شما بودم. وقتی او مجروح شد من او را به داخل بردم. ما مثل برادر شدیم. شما باید با پسرتون افتخار کنید. او یک قهرمانی واقعی است. این سرباز تصدیق کرده است که پاولو ماسینیان از جانب نیروهای روسیه به حبس گرفته شد. اکنون او هم یکی دیگر از نظامیان اوکراینی است که باور می رود در بازداشت است، ولی از حال و احوال او هیچ درکی نیست. ضمناً رئیس کمیته دفاع думаи давлатии русия Андрей Картопалов гуфтааст эҳтимол дар мавсими давати баҳори имсола шаҳрвандони то 30 солаи ин кишвар ба артиш ҷалб шаванд. Комиссариятҳои ҳарбӣ бояд пеш аз оғози дават муайян кунанд ки тибқи талаботи нав чанд нафар доранд. изҳор доштааст ӯ дар суҳбат бо нашрияи парламент. ин хабарро метавонед ба таври пурра дар вебсайти Радиои Озодӣ пайдо кунед. با سپاس به شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما رو تماشا کردید. در این ثانیه ها برنامه اخبار آزادی رو به پایان میبریم، ولی طوری هم گفتم خبر و گزارش های نوترین در وبسایت ما و هم صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی گذاشته میشوند. ما فردا شما رو در نشر نوبتی برنامه ها منتظر خواهیم بود. تا اون دم خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.